خب امروز در خدمتتون هستیم. میخوام در مورد شیگلم بهتون توضیح بدم. شیگلم فیک، شیگلم اورجینال. این شیگلم رو تو امارات دارن میفروشن 50 درهم، اینو میفروشن 90 درهم. اول از جعبه شما رنگش رو نگاه کنید، این بسیار نارنجی تر از این یکیه. این یه نشونهش. یه نشونه دیگه این که شما اینا رو که میذارید زمین جفتشو، اندازه فیکه بلندتره. این فیکه، این اورجینال. حالا میرم رو خود دستگاه. رو خود دستگاه بهتون توضیح بدم. این دستگاه اورجینال، این دستگاه فیکه. شما روونی کار این شیگلم رو نگاه کنید و این رو نگاه کنید. اصلا هیچ. اصلا قفل. این یه مورد. یه مورد دیگه خطه این وسطش. شیگلم اورجینال به این شکل خطاش. این که نگاه کنید چقدر کثیف کار شده. دستگاه صفر. اینه. خط اینجا رو نگاه کنید. این تکون نمیخوره. من میخوام خیلی دقیق بهتون نشون بدم چقدر کثیف کار کردن این خطو. شیگلم اورجینال نگاه کنید چه شکلیه، چقدر مرتبه. حالا تو ظاهر نقره‌ایش هم فرق دارن. من نمیدونم تو نور بشه دید یا نه. یا مثلا نوشته های اینجا و اینجا مقدار رنگش داشت فرق داره. یه فرق دیگه هم دارن، الان توی ویدیوهای دیگه نشون میدم به خدمتتون. خب الان من میخوام در مورد شیگلم توضیح. این چه نوری میزنه. این فیک، اورجینالو. این فرقش. حالا کارشون هم بزنیم. روونی اینو نگاه کنید، اینو نگاه کنید.